دادگاه بین المللی جنایی قرارگاهش در شهر هیگ که در بین مردم با نام دادگاه سود گاگ مشهور است، روز 7 مارس سال 2023 در پی بررسی جنایت‌های جنگی از طرف ارتش روسیه در خاک اوکراین انجام شده امر داد که پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین همچون جنایتکار برای صادر نمودن جنایت‌های علیه کودکان اوکراین و اهالی آسایشته این کشور بازداشت کرده شود. در برابر پوتین دادگاه گاگا حکم بازداشت ماریا الکسیونا لووا-بلووا وکالتدار حقوق کودک روسیه را نیز برآورد. در بیانیه صادر نموده دادگاه گاگا آمده است که امروز 7 مارس سال 2023 پالات پیش از مرافعه زینه دوم دادگاه بین الخلقی جنایی حکم بازداشت 2 نفر جناب ولادیمیر پوتین و خانم ماریا الکسیونا لووا-بلووا را در رابطه با وضع در اوکراین به عمل آمده صادر نمود. همچنین ذکر شده است که ولادیمیر ولادیمیرویچ پوتین صحنه تولدش 7 اکتبر سال 1952 حال رئیس جمهوری فدراسیون روسیه است. پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین برای جنایت‌های جنگی علیه کودکان و اهالی آسایشته اوکراین صورت گرفته، از جمله اخراج مجبوری غیر قانونی اهالی به خصوص کودکان از منطقه‌های اشغال شده اوکراین به روسیه مسئول بوده، موافق ماده 8 بند ا زیربند 7 و بند و زیربند 8 پیمان روم بواسطه یکجایی با دیگران گناهکار دانسته شد. همچنین این دادگاه پوتین را بر اساس ماده 25 بند ا و ماده 28 بند و پیمان روم گناهکار دانستند. گفته می شود طبق این ماده پوتین زیردستان خود از جمله از نظامیانش به طور باید و شاید نظارت نکرده است و یا اجازه دست زدن به این جنایت‌های جنگی را داده است. نشریه آمریکایی نیویورک تایمز روز 13 مارس سال روان با تکیه به منابع خود خبر داده بود که دادگاه بین المللی جنایی در روزهای نزدیک نسبت به 2 منصبدار والامقام روسیه در رابطه با جنایت‌های صادر شده در جنگ اوکراین پرونده جنایی باز خواهد نمود. در جواب به این نمایندگان کرمل گفته بودند که آنها حکم دادگاه بین المللی را نمیپذیرند و آن در روسیه حکم قانونی ندارد. ماریا زخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه نیز روز 7 مارس در واکنش به صدور امر بازداشت پوتین عین سخنان را تکرار کرد و گفت این حکم برای روسیه قربی ندارد. در همین حال دادستان کل اوکراین اندری کوستین در رابطه با این خبر در توییتر نوشته است که این معنای آن را دارد که اگر پوتین به یگان کشور خارجی سفر کند او را در آنجا بازداشت و به گاگا استرداد میکنند. برای همین سران کشورهای خارجی پیش از آن که با پوتین ملاقات کنند خوب فکر میکنند. پوتین که 70 سال دارد از پایان سال 1999 اینک 23 سال باز رهبری روسیه را در دست دارد. او 24 فوریه سال 2022 با بهانه حمایت از اهالی روزبان دنباس به اوکراین حمله آورد و در روزها و هفته‌های اول جنگ قسمت‌های زیادی از قلمرو اوکراین را به دست آورد، ولی بعداً تناسب در جنگ به فایده اوکراین تغییر یافت و ارتش اوکراین توانست تقریباً 50% قلمروهای از سوی روسیه اشغال کرده‌اش را آزاد کند.